ببین سرسبز و خوشرنگ و برومندم، ببین پربرگ و پرشاخ و تنومندم، اگرچه رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. اسم من مرجان، بازیگر سینما و خواننده در زمان قبل از انقلاب. بعد از انقلاب تمام این کارا رو دیگه ممنوع شد به جهت اینکه رژیم اسلامی خمینی اومد و این رژیم به خصوص با هنرمندان و با زنها بسیار سر ستیز داشت و با موسیقی بسیار غریبه بود و اصلا حرام میدونست موسیقی رو. به همین جهت آلات موسیقی رو حرام میدونست و هر کس توی خونش آلات موسیقی داشت، مثل سنتور، گیتار، تار، پیانو، اینا رو همه رو میگرفتن و میبردن و حتی هنرمندایی رو که خیلی معروف بودن در زمان قبل از انقلاب و همینطور بعد از انقلاب هنرمندان خوب ما بودن، ساز رو به روی سر اینها میشکوندن، مثل آقای پرویز یاحقی. از گوشه ها صداش میاد، صدای ایدگاهاش میاد، از گلوی غرنای دور صدای آشناش میاد، از اون ور دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه. من زمانی که انقلاب شد من هم شامل همین هنرمندانی بودم که اجازه نداشتم دیگه کار کنم، یعنی هنرمندان همه ممنوع کار بودن. انگار که صداش صدای نوروزه، یک رسم قشنگ کهن آورده، از اون ور دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه. آی سمنو آی سمنو مال پای رفسی سمنو، آی سمنو آی سمنو مال پای رفسی سمنو، آی سمنو آی سمنو مال پای رفسی سمنو، آی سمنو آی سمنو. جامعه هنری مسلماً از بین رفت و بعد فیلم هایی رو که ساخته شده بود تمام اینها رو نابود کردن تا اونجایی که من اطلاع دارم، ولی من چون همسرم خودش فیلم سازه و دارای استودیوست، اون بهتر میتونه براتون توضیح بده که چی بود. منحصراً در فروشگاه‌های کفش ملی. به همین جهت من تصمیم گرفتم که مبارزه کنم، چون من حق داشتم که تو مملکت خودم آزاد زندگی کنم. بهترین ارگانیزیشنی که بود سازمان مجاهدین خلق بود که دارای تشکیلاتی داشت و خیلی سازمان یافته بود. هزاران جایزه زیر تشتک‌های کوکاکولا. حداقل جوایز یک کوکاکولای مجانی. منو زمانی که گرفتن، از اولین لحظه‌ای که منو گرفتن، منو بردن به زندان انفرادی که بعدها من پرسیدم دلیلش چی بود، که یعنی شما بدترین نوع زندان و شکنجه زندان انفرادیه. گفتن که هم به خاطر اینکه جرمت خیلی بالا بوده که چون اومدی و یه آدم معروفی بودی و اومدی به این سازمان پیوستی. کوچه ها رو اما سایه تو پیدا میشنوم صدای شب رو میگه اون که رفته اینجا
من زمانی که توی ایران بودم اونجا همسرم هم زندانی بودن، همسرم که از زندان آزاد شدن باز به یه طریقی ما با سازمان مجاهدین ارتباط برقرار کردیم. به همین جهت رژیم متوجه شد و توی روزنامه کیهان که یکی از پرفروشترین جراید ایرانی هست، توی اخبار ویژش در مورد من مطالبی رو نوشتن که من احساس کردم که دیگه موندنم در ایران بسیار خطرناک. اینه که شبانه من فرار کردم و بعد به دبی رفتم و در اونجا به سفارت امریکا پناه بردم و به اونها خودم رو معرفی کردم. اونا متوجه شدن که من یه آرتیست معروفی هستم، یه خواننده معروفی هستم، گوگل کردن و به من پناهندگی دادن. دارم آتیش میگیرم دیگه از قصه و غم، دلم میخواد بمیرم. خب من تعداد فیلم‌های زیادی رو بازی کردم که هر کدومشونم در نوع خودش مورد پسند من بوده، ولی آخرین فیلمی که بازی کردم با همسرم بود به نام تکیه برباد که این فیلمو خیلی بهش علاقه من بودم و به نظر خودم فیلم خوبی بود که یه ترانه‌ای هم با همین نام من توی این فیلم اجرا کردم که موزیک متن این فیلم هم هست. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شب پام صبح سپیدی، بی تو کویری بی شامم من، ای که به رنجام رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم من.